هالو، سلام دوستان، به کانال یوتیوبم خوش اومدید. توی این ویدیو هم قراره که با هم دیگه یکی از گرامرهای مهم زبان آلمانی یعنی پوزسیو آرتیکل ها رو یاد بگیریم. پوزسیو آرتیکل یا به اصطلاح ضمایر مالکیت، مثل مال من، مال تو. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو دقیقا زمان بذارین، کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید. با این کارتون خیلی میتونید بهم کمک کنید. بریم سراغ ویدیو. دوستان رسیدیم به مبحث ضمایر ملکی. ضمایر ملکی در واقع توی فارسی من این توضیح کلی بهتون بدم. توی زبان فارسی مثلا ما میخوایم بگیم که این دفتر منه، این کتاب منه، یا مثلا این خانه شماست. این داریم مالکیت خانه رو نشون میدیم، مالکیت کتاب رو نشون میدیم، مالکیت مثلا پدر رو نشون میدیم، مثلا پدر من، پدری که مال منه. در واقع به اینها میگیم مالکیت یا همون ملکی. و ضمیر در واقع اون چیزیه که نشون دهنده مالکیت اسم بعد از خودشه. مثلا حالا یه چیزی که اینجا نوشته mein Bruder هست. Bruder به معنی برادر هست. mein ضمیر ملکی واسه من هست، یعنی من وقتی میخوام بگم برادر من میگم mein Bruder، میشه برادر من. پس در واقع داره این mein مالکیت برادر رو نشون میده، میگه این برادری که مال منه. اوکی؟ در این فصل میگه با ضمیر ملکی mein dein آشنا میشید، که حالا برای هر کدوم از اون ضمایری بود که توی درس دوم سوم خوندید، ich du er es sie، برای هر کدوم ما یه ضمیر ملکی مختص خودشو داریم که متفاوته و بسته به جنسیت اسمی که بعد از اون میاد این ضمیر ملکیه یه ذره تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه اسم بعد از mein مذکر باشه به شکل mein میاد، ولی اگه مؤنث باشه، مثلا میخوایم بگیم مادر من mein Mutter، Mutter مؤنثه دیگه، در واقع این ماینه تبدیل به ماینه میشه، یعنی یه ا بعدش میاد. پس توی مذکر مؤنث ها این پوزسیو آرتیکل تغییر میکنه و تنها نکتهش همینه، وگرنه هیچ چیزی نداره. خب پس اینجا نوشته بر طبق جنسیت اسمی که پس از آن میآید و همچنین مفرد یا جمع بودن اون اسم تغییر میکنه. ضمایر ملکی که پیش از اسمهای مؤنث و اسمهای جمع قرار میگیرن، پس مؤنث و جمع، پسوند ا میگیره. اگه ضمیر ملکی پیش از یک اسم مفرد مذکر مثل بغودا قرار بگیره پسوند لازم نداره. پس اگه بعد از این در واقع این کلمه بغودا مؤنث یا جمع باشه، این ماین میشه ماینه، همین. پس همینو فقط شما باید بدونید. حالا اینجا اومده مثال زده برای ایش و دو، کامل ترش رو توی فایل بعدی میخونیم. مثلا میگه وقتی که کلمه مذکر باشه مثل بغودا، مؤنث باشه مثل شوستا خواهر، و جمع باشه مثل گشویستا، گشویستا یعنی خواهر و برادر جفتش. ببین برای ضمیر ایش پوزسیو آرتیکل یا ضمیر ملکیش میشه در حالت نومیناتیو. این نومیناتیو حواستون باشه، من توی جلسات بعدی انواعش رو بهتون یاد میدم، مثلا نومیناتیو چیه، آکوزاتیو چیه، داتیو چیه، ولی الان نومیناتیو چیزیه که تا الان ما راجبش خوندیم، یعنی اصلا نمیخواد ذهنتون رو درگیرش کنید. یعنی در حالت فاعل، در حالت اسم، در حالت در واقع جایگاه اسم و فاعل قرار بگیره، که حالا ذهنتون رو درگیرش نکنید. فعلا گرامرش رو ببینید. ایش شده mein Bruder، پس مذکر mein شده. برای دو میشه dein Bruder، برادر تو. حالا وقتی مؤنث باشه گفتیم یه ا میگیره، میشه meine Schwester، خواهر من، deine Schwester، خواهر تو. پس ببین dein شد deine. meine Geschwister، deine Geschwister، یعنی خواهر برادرای من، خواهر برادرهای تو. حالا اینجا یه مثال داریم. Wie heißt dein Bruder؟ Wie heißt dein Bruder؟ و فراگه است، و فراگه اول اومده، بعد فعل و بعد پوزسیو آرتیکل. میگه اسم برادر تو چیه؟ اسم برادر یا برادر تو چی نامیده میشه؟ dein Bruder. mein Bruder heißt Robert. میگه برادر من نامیده میشه روبرت، یا اسم برادرم روبرته. البته روبرته که خب آلمانی رو تلفظ میکنم، اصلا نمیتونم دیگه ار رو درست بگم. خب mein Bruder heißt Robert
برادر من نامیده میشه قربت. خب ist deine Schwester verheiratet یه فعل مهمه به معنی ازدواج کردن، متأهل بودن. میگه آیا خواهر تو verheiratet متأهله؟ ist deine Schwester. و اینجا متأهل در نقش در واقع صفت اومده. ist فعلمون هست که اول جمله اومده، بعد deine Schwester فاعل یا نومیناتیو، و اینجا نومیناتیو مشخص میشه دیگه، حالت ضمیر یا فاعل جمله میشه نومیناتیو. بعد مفعول مثلا میشه آکوزاتیو که توی جلسه بعدی میخونید. verheiratet هم که صفته. میگه آیا خواهر تو متأهله؟ meine Schwester ist nicht verheiratet. میگه خواهر من متأهل نیست، مجرده. sind das deine Kinder؟ میگه آیا اینها بچه‌های تو هستن؟ یا das sind meine Kinder. Kinder پلورال جمعه، پس meine deine. خب حالا میایم سراغ این فایل. اینجا در واقع خیلی کامل براتون توضیح میده که اصلا از پایه و اساس was sind possessive article. possessive article چیه؟ Die unterschiedlichen possessive article، تفاوت هایی که با هم دارن. Deklination der possessive article، پایان یا اون انتهایی که possessive article قرار بگیره که بسته به همون جنسیت مذکر مؤنث گفتیم متفاوته. Analyse eine Beispiele، mehr Beispiele و بعدش هم مثال هاش. میایم قسمت اول. این فایل من توی کانال تلگرامم براتون گذاشتم و اگه پیدا نکردید بهم پیام بدید، توی شماره‌ای که تو دیسکریپشن گذاشتم براتون میفرستم. خب was sind possessive article؟ اولین مبحث possessive article کلا چیه؟ possessive article stehen für dem Nomen، میگه قبل از اسم میاد. Sie geben an wem etwas gehört und zeigen somit den Besitz oder die Zugehörigkeit an. Das ist Anna, ihre Katze spielt im Garten. میگه این آنا و گربه او توی باغچه بازی میکنه، توی باغ بازی میکنه. اینجا ihre Katze همون possessive article، ولی چرا شده ihre خب براتون شاید جدید بیاد. به خاطر اینکه فاعل آناه و بر اساس آنا ما اومدیم possessive article رو ساختیم و بسته به اون ضمیر و فاعلی که توی جمله داریم possessive article ها متفاوت هستن. اینجا من جدول possessive article رو براتون دارم. برای ضمیر ایش possessive article میشه mine. اینو حتما حفظ کنید. برای ضمیر دو possessive article میشه dein. برای میشه sein. برای اس میشه sein. برای زی چیه؟ اوی مؤنثه میشه ihr. برای wir میشه unser. برای ihr میشه euer. و برای sie oder sie یعنی آنها و ایشان میشه ihr oder ihr. حالا اینجا اون ایر رو بهش اضافه نکرده. چرا؟ چون اوپا یه چیز مذکریه، میشه پدر دیگه. حالا مثلا به اصطلاح پدر میشه. mein Opa, dein Opa, sein Opa, sein Opa, ihr Opa, unser Opa, euer Opa و ihr Opa. میشه پدر من، پدر تو، پدر او، پدر او، پدر اوی خنثی که حالا معنی نمیده. میتونه البته یه مثلا حالا مثلا حیوانی چیزی باشه، بستگی داره. unser Opa پدرمان، euer Opa پدرشان، پدر شما و ihr Opa پدر آنها. و اگه اینجا اوپا یه چیز مؤنث بود، مثلا شوستا بود خواهر، یا مثلا موتا بود مادر، یا فراو بود، اینجا میشد meine Frau, deine Frau, seine Frau, seine Frau. اوکی؟ یا مثلا meine Mutter, deine Mutter, seine Mutter, ihre Mutter, unsere Mutter, eure Mutter oder ihre Mutter. اوکی؟ و اینجا دوباره توی این جدول کامل ترشو داریم. شما فعلا توی این جلسه با این سه ردیف هیچ کاری ندارید. اگه بشه روش دفتر بکشم که خیلی عالی میشه، که نمیشه. اینجاست. من روی این یه خطی بکشم و شما با این هیچ کاری ندارید. تنها چیزی که شما الان باید بدونید قسمت نومیناتیوه. حالا اومده ماسکولین نوشته، فمینین نوشته، نوترال نوشته، پلورال نوشته که گفتم
بسته به جنسیت و در واقع مفرد مذکر بودن اون پوزیتیو آرتیکل تغییر میکنه. مثلا میگه ماین من، مرد من، ماین شده. حالا ماین فقا، خانم من، فقا خانم دیگه، پس ماینه میشه، مؤنث میشه. ماین کیند میشه بچه من. و این کیند اینجا نویتراله، یعنی داس کینده دیگه، پس شده ماین. پس حواستون باشه برای ماسکولین و نویترال ها، یعنی هر اسمی که آرتیکل در و داس داشته باشه میشه ماین، و هر اسمی که آرتیکل دی داشته باشه یعنی مؤنث و جمع ها میشه ماینه. اینو حواستون باشه که در واقع حالا اینجا هم که کلیتش رو آورده که برای هر ضمیری پوزیتیو آرتیکل به چه شکل نوشته میشه، که اینا رو باید حفظ کنید جدولشو. و بریم سراغ مثال که یه ذره جا بیفته برام. اوکی، اینجا میگه das ist Anna, ihre Katze spielt im Garten. خب ببین ما این جمله رو داریم، میخوام براتون آنالیزش کنم که اصلا چرا اینجا شده ihre Katze. کتزه که میشه گربه دیگه، معنیشه که میگه این آنا و گربه او بازی میکنه در باغ. خب داسیز آنا، پس ضمیرمون آنا دیگه، فاعل کننده کار آنا، یعنی اون کسی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم آنا. آنا چیه؟ در واقع مؤنثه، همون میشه زی مؤنث، اوی مؤنثه. و وقتی میخوایم برای آنا پوزیتیو آرتیکل بگیم مثلا گربه آنا، چه شکلی میشه؟ توی این جدوله میایم نگاه میکنیم، زی که اوی مؤنثه میشه ایق. حالا گربه باید ببینیم مذکر یا مؤنث. گربه دی کتزه هست دیگه، میشه ایق کتزه. اوکی، پس برای همین اینجا شده ایق کتزه. پس ایق از روی آنا به دست میاد. ما میخوایم بگیم گربه آنا دیگه، ببین از روی معنیش سعی کنید و متوجه بشین که قاطی نکنید. میخوایم بگیم گربه آنا. گربه آنا، خب اول که آنا مؤنثه پس زیه میشه ایق، اون پوزیتیو آرتیکلش مشخص شد. حالا اندونگ پوزیتیو آرتیکل رو میبینیم از کلمه بعدش میفهمیم. کتزه میبینیم که دی آرتیکلش فمینیمه، پس میشه ایق کتزه spielt im Garten. متوجه شدین؟ دیگه با اشپیل دیگه بذار بیارم واسه‌تون. مثلا اینجا ببینم، فقط میخوام که با اشپیلش این موقع واسه آکوزاتیو داتیو نباشه که نیست. میگه das ist Jens, sein Auto steht vor unserem Haus. خب شما فعلا با sein Auto کار داریم، unserem Haus اصلا کاری نداشته باشه، این مال گرامر A2 میشه. میگه das ist Jens، حالا اسم یارو ینزه و ینز اسم مذکریه دیگه، و در واقع مثلا میتونیم بگیم das ist علی. خب برای علی پوزیتیو آرتیکل چی میشه؟ میایم تو جدول میبینیم علی اوی مذکره، یعنی میخوایم بگیم مثلا ماشین او، پس اوی مذکر زاین پوزیتیو آرتیکلش. حالا باید ببینیم کلمه‌ای که قرار بعدش بیاد مالکیتش رو بخوایم بفهمیم چیه. آتو در واقع داس آتو هست دیگه، نویتراله، پس میشه زاین آتو، پس به خاطر همین زاین شده. یا مثلا ایت یینز داین فرویند، فرویند آرتیکلش دره پس شده داین فرویند، دوست تو. میگه آیا یینز دوست توه؟ داره از طرف میپرسه داین فرویند، پس چرا شده داین؟ یکی این که خب داره از ضمیر تو استفاده میکنه، پس میشه داین، و فرویند هم آرتیکلش در داین شده. اگه مثلا فروینده بود میخواست بگه مثلا دوست مؤنث میشه داینه. پس اینا رو حواستون خیلی باشه بهش. میایم توی این فایل این سمت، من اینجا هم یه توضیح کلی بدم. ماسکولین ماین گفتم با ردیف دوم فعلا کاری نداشته باشه. فمینین ماینه، نویترال ماین، پلورال ماینه. پس پلورال و فمینین میشه ماینه، نویترال و ماسکولین شبیه همه پوزیتیو آرتیکلاش. حالا نوشته ist das deine Kamera، میگه آیا این کامرای توه؟ یا das ist meine Kamera، بله این کامرای منه. meine کامرا دی کامرای، پس شده ماینه. مثالاشو با هم دیگه چک میکنیم. اینجا ببینید چیزی که مهمه اینه که شما آرتیکل ها رو بلد باشید. باید آرتیکل ها رو بلد باشید. zum Beispiel اولی Beispielش mein Wohnzimmer ist ziemlich klein. mein Wohnzimmer. اینجا ببین
در واقع شما ون سیما رو باید آرتیکلش بدونید چیه. بعد سیما معمولا آرتیکلش داسته دیگه، داست سیما هست. بر همین شده ماین ون سیما. میگه در واقع اتاق پذیرایی من خیلی کوچیکه. این روبروش آکوزاتیوه که باش کاری نداریم. این تمرینش ممکنه یه ذره براتون سخت باشه. چرا؟ چون که توی آکوزاتیو هم قاطیش آورده. من اوناش که نومیناتیو رو ببینم میتونم الان براتون بیارم، یه دوتا مثالاشو حل کنیم. اینجا مثلا A و F التر پلوراله دیگه و میشه چی؟ میشه مثلا meine Eltern fahren in Urlaub. Der Bleistift هست که در واقع همون میشه مداد دیگه. بعد گفتیم وقتی که مذکر باشه یعنی دق باشه اینجا ما باید از ماین استفاده کنیم یا داین مثلا بگیم dein Bleistift ist weg، مثلا مداد تو گم شده، یا مثلا مداد من گم شده. حالا اونش مهم نیست چی باشه. که اینجا هم اومده دوباره هم ماین، داین، زاین، ایر، زاین رو نوشته واسهتون. اینو گفتم حتما حفظ کنید. به مثال زده ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. بعد Fahrrad das Fahrrad پس شده das ist mein Fahrrad. mein Fahrrad نوتراله پس میشه mein. اگه فمینیم یا پلورال بود میشه meine. بعدش میگه du hast eine Uhr. Du hast eine Uhr. Du hast eine Uhr شده das ist deine Uhr. Die Uhr شده deine ای گرفته. Peter hat einen Computer. Peter hat einen Computer میخوایم بگیم کامپیوتر اون. پتا مذکره زین میشه، کامپیوتر هم که در واقع در کامپیوتر هست میشه das ist sein Computer. کامپیوتر اونه. آنا مؤنث آنا hat eine Kamera. کامرا دیه پس آنا پوزیتیو آرتیکلش میشه ایر و کامرا هم چون دیه میشه ایر کامرا. Das Mädchen trägt einen Hut. Das Mädchen که خب آرتیکلش روشه داسه و همون نوترال میشه، اس میشه در واقع ضمیرش، پس پوزیتیو آرتیکلش هم میشه زاین و Mädchen هم چون داسته که همون زاین میمونه یعنی ا نمیگیره. بعدی ویا، ببین ضمیر ویا هست، پوزیتیو آرتیکل میشه اونزا و وونونگ دی وونونگ پس میشه اونزره وونونگ. دوباره بعدی ihr habt ein Auto. آتو که کلمه بعدیه، ihr پوزیتیو آرتیکلش میشه اویا و آتو چون دست آتو هست میشه اویا آتو یعنی چیزی آخرش نمیاد. فقط حواستون باشه برای اویا من توضیح بدم. وقتی که قراره که مثلا به کلمه بعدش مثلا اگه وهنونگ باشه بخوایم بگیم میشه اویغه وونونگ و اینجا نحوه نوشتنشو بذارید من بهتون بگم چجوری میشه. اینجا بیار دیگه اینجا. ببین وقتی بخوایم اویغه رو بنویسیم میایم اینجوری مینویسیم میشه اویغه وونونگ. پس در واقع نحوه نگارش اویغار در حالتی که کلمه بعدش مؤنث باشه یا پلورال باشه رو یادتون باشه اویغه وونون میشه. اون حواستون باشه. و die Gäste holen das Gepäck میشه das ist ihr Gepäck. در واقع اینجا die Gäste که پلوراله و Gepäck هم که خودش در واقع داسته آرتیکلش برای شده ihr Gepäck. اوکی اینجا همین که من براتون گفتم و نوشته برای ماسکولین اویا، برای نوترال اویا، برای فمینین اویغه و پلورال هم اویغه. تمریناتش حتما سعی کنید حل کنید و اگه سوالی داشتید توی در واقع تلگرام یا واتساپ شماره‌ای که توی کپشن میذارم حتما ازم بپرسید. من براتون تصحیح میکنم اشکالاتتون رو، چون در واقع یه جور کلاس آنلاینه که شما میتونید راحت سوالاتتون رو بپرسید ازم، مشکلی نداره. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید مبحث پوزیتیو آرتیکل ها رو. من سعی کردم که کامل و جامع توی سطح آ1 چیزایی که لازمه بدونید رو بگم. توی جلسه بعدی راجع به آکوزاتیو که میخونیم من میام و دوباره برمیگردم توی پوزیتیو آرتیکل و حتما این قسمت آکوزاتیوش هم بهتون یاد میدم که اصلا کاری نداره، نگران نباشید. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.